السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستان راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می‌سازیم. گفتار 15. طرفه نشعه داشت قلب کوه، منظره بیشتر و بیشتر تجلی می یافت. اینجا آرامی نیست، همه چیز گویاست. ندای زندگی به گوش می رسد. قلب کوه گویا گرس گرس دل می زند. بله اینجا دنیای دیگر است، دنیای حرب و ضرب. با وجود این در اینجا دوغیچ نیست، ولوله نیست، منمنی نیست، تو و من نیست، حرف و هجا نیست، یگان آویزه لوحه شعار نیست، نمی بینی، کابی هم نمی یابی. در نظر اول همه چیز پریشان می نماید. در اصل همه کار نظام دارد. محیط نو، روح تازه رفاقت و برادری حکمران است و هر کس با دست و دل پاک و روح و نیروی قوی کار و وظیفه خود را انجام می دهد. آنها گویا با دندان با ناخن در کوهی چون سنگ خارا رخ نکرده پیش می روند. تنها فریادی تجهیزات شنیده می شود. گویا درد سینه سوز آنها را بداد می آرد. این همه صدایی است که تاجیکستان را از چاه ظلمت رهانیده به سوی روشنایی می برد. چه خوش گفته محمد علی عجمی: خوشا از چاه ظلمت باز رستن، خوشا رفتن به سوی روشنایی. به قسمت از همه پایانی نیروگاه، آنجایی که 2 نقب آب پرتا بنیاد می شود، آمدیم. بلکنوت و قلم را به دست گرفتم. نیت داشتم هر کسی را که واخورم به رشته سوال ها می پیچانم، ولی واقعی روی داد که از علم نمی دانستم چی کار کنم. یراق را بجایش مانید، جدی گفت خیرالله، همه را می ترسانید. این یک شپاتی آبدار بروی من بود. از حال خود چنان شرمم آمد که می خواستم زمین کف دمه را به کامش کشد. آن طرف پیاده می رویم. سردی راحت بخش ما را به آغوش می گیرد. 4 طرف کوه سوراخ سوراخ، اسباب و انجام به حساب، باز مصالح و خلاصه راه گشتن عذاب بود که عذاب. از پس خیرالله به زور و با اضطراب قدم میمانم. خود را عقیب نپرتا، کلان کلان و بردم قدم مان. به گفتن آسان، هر چی شود و نشود حسرت نمی کنی، سیر بای نمی دهی. اینجا شهر نه، به تقدیرت تن بده. ما را سروری این قطعه معاون سرمهندس تاجدین گریزوف پیشواز گرفت. سرمهندس جیسیکا تاجیک نقب ساز محمد شاه اکراموف به خیرالله رو آورد. رئیس، مسکو چی میگوید؟ میگوید که اکراموف چرا تاس کلاه نپوشیده است؟ به جز او دیگر همه در سر کلاهی پلاستماسی داشتند. کجای همین جاست؟ در ماشین یا هیچ گم نه؟ میابم. وقت غنیمت. ابروان خیرالله گره بستند. کله را احتیاط کن دادر، تا نیابی کار را سر نمی کنیم. دیروز در یک قسمت لایحه نافهمی پیش آمد. مهندسان خواستند به عقل و فراست خود حل کنند. خیرالله که با اشتباه و غلط سازش ندارد اجازت نداد. متخصصان گیپر پروژه شهر مسکو باید ببینند. ها کیف اکراموف پرید تا آنها میبینند که دم شتر به زمین میرسد. بیگانه و باز از چشم دور.
پیش از پاده چنگ نبردار، گفت خیرالله. 7 بار چین کن و 1 بار بر، گفتند بزرگان. خود او همیشه از روی همین مقال عمل می کند تا خطای پیش نآید، سهو نرود. آخر سرعت ساختمان خلل می یابد. اکراموف زوری بیهوده می زد که او را راضی نماید. سوگند می خورد. نهایت خیرالله به تنگ آمده و سخن او را برید. گوش کن اکراموف، ما آسیاب نمی سازیم. شتاب معنی ندارد. در جای اول صفت و باز هم صفت. با او تنها پشت سر خاریدن ماند. اکراموف کلاهش را به سر کشید و سؤال‌آمیز به خیرالله دیده دوخت. خاطرت جمع باشد محمد شاه. شاعر ما الوعده و دین. امشب متخصصانی بیگانه از چشم دور تا صبح خواب نکردند. چاره‌اش را یافتند. ساعت پس حجتها به دست می رسد. تشکر رئیس. روی اکراموف صبح سرخ شد. گویا تب برآورد. چی مشکلات دارید؟ هوا نیست رئیس. میدانم تا ساعت 5 نمی شود. برق تاجیک خطی 220 ولته نارک را می سنجد. چی ناقصی پیدا شده است که شدت پست و بلند می شود. بسیار اسباب ها سوختند. چی علاج؟ پشت سر خارید اکراموف. انتظار می شویم. نه هرگز. از گوشت نسیه چربوی نقد خوب است. نه هرگز. از گوشت نسیه چربوی نقد خوب است، گفت خیرالله اسایف و رتسیه را فعال ساخت. شادمان. گوش میکنم رئیس. با آخری نقب آب پرتا 1 کمپرسر روان کن. تعجیلی. به چشم، جواب داد شادمان. آن روز آواز شادمان رجبوف را بسیار شنیدم. وی کاری بغایت مسئول و مرکب ستاد ساختمان را سروری میکرده است. هیچگاه نمی گفت، بهانه نمی جست، تنها 1 جواب: به چشم. خودش را بعدتر در مجلس دیدم. مرد تقریباً 40-45 ساله‌ای، نوچه هوشیار، خیلی چخان، خاکسار و هستکش. به یگان کم و کاست قیومیت و تنظیم تمام ساختمان را تأمین می نموده است. راه پست و بلند و پرپیچ و تاب. ماشین بردار و زن می کند. زندگی خود عجیب است. ناگاه گفت خیرالله. چقدر راز و برخورد دارد. و لب فرو بست و به اندیشه رفت. چینی پیشانیش بیشتر گردید. مرا غش آمد. آخر چرا خاموشی؟ گپ زن، تعریف کن، افتخار نما. یا درد دلت را بگو، یا راغون سختت کرده است و یا اندیشه داری که خاموشی اولاست. عجایب محاکمه ها دارم. گویا که او از من قرضدار باشد. این لحظه نقب تازه و آزاده ما را به آغوش می گیرد. انا این نقب را بریگاد محلی ساخته است. دسته آنها با دشواری تشکیل یافت. آدمان مسئول اول راضی نشدند. با حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود گفتند. بعضی ها تمسخر زدند. شما کجا و نقب کجا؟ اما من ها گفتم. چون این تصمیم دشوار بود البته، لیکن ریسک بلاگراتنه دیل گفتند و آنها نشان دادند که بچه جایره نیستند. مستقل کار کرده می توانند. غیر اختیار صدای قلبش زمزمه ریز گشت. از دره کمرا انار آوردنی. من فهمیدم که خیرالله در 2 حالت این سرود را زمزمه می کرده است: شادی و غم. توسط یکی از کپرک‌ها به طرف چپی دریای وخش گذشتیم. در همین جا کوه به کوه می رسد. با دستش جای سربند را نشان داد خیرالله. آن را 10 بار دیدم ولی باز با هوس به آنجا دیده می دوزم. کوه‌ها گویا سلام گفتنی باشند. آواز برآوردند به اختیار. سربند گفتم. خیرالله فریاد زد. سربند. بند. صدا دادند کوه‌ها و گویا گفتند ما برای وصل کردن آمدیم. وخش جسور و تندرو تحمل نکرده با غوریشش گویا گفت دهان کلانی نکنید. کامی من بی تک، آن را پر کردن آسان نیست. متخصصان جیسیکا تاجیک نقب ساز دهان نقب
آبدرا را با تکنیکی پراقتدار سوراخ می‌کردند تا که آن را ترکانده نقب را کشایند. سرور آن جمشید محمودوف با تبسم به خیرالله رو آورد. رئیس، تا پیوست شوی نقب 14 متر نه 25 متر مانده است. خیرالله لحظه با کمال حیرت به او نگریست و بعد ابروانش را چین کرده نغمه‌گر گفت باز کوهی کهنه را باد دادی. راستی شب خوابم نبود، شبی پر اسراری بود. ناگاه شبهه به دلم راه یافت و حساب و کتاب کردم. نه شب از هفتش خواب دیدی، تو بی بلا نیستی. هر دو به حساب و کتاب پرداختند و خیرالله غالب برآمد. جمشید هراسان، خاموش و حیران. خیرالله به حال او تمسخر کرد. هی هی هی. چی هی هی هی؟ مگر هر دوی ما را یک معلم اریتمتیک درس نداده است؟ جمشید گردن به درون کشید. صبح سرخ شد. کارگری، از خود گیله دارم و از یار ندارم گویان ارماتورهای بالای نقب آبدار را با سیم بین خود پیوست میکرد. دست به کار و دل به یار، گفت خیرالله. آفرین. بیایید رئیس، میبینم که خوب کار کرده ایستاده. اما هواشناسان 10 روز هوای خوب وعده کردند. بتانی جای خطرناک را باید به اتمام برسانیم. محمودوف خوش آمدگویانه دست به سر سینه نهاد. بجان رئیس، به من نه، به وجدانت وعده بده. خیرالله ابراز داشت که پیشرفت کار به وجدان و دانش و قابلیت راهبر وابسته است. جمشید جوانمرد آتش نهاد، با غرور و بیقرار و بیباک است. کمبودیش در آن است که زود زود به احساسات داده می شود. این دم مردی روس به خیرالله مراجعت کرد. به آدمان خواب و راحت دادن لازم. صبر واسیلی سرگیویچ، صبر. بزرگان از صبر یافتند. وقتی خواب هم می آید و راحت هم. کی؟ پرسید او و تبسم در لب خود پاسخ گفت. وقتی که 2 متر رسید. خیرالله ذوق برد و دور و دراز خندید. سراسیمه نشوید، حالا از دیدارتان سیر نشدیم. خدمت راغون را ادا کنید. آخر با 100 امید و آرزو شما را تربیه کرده است. ارمان و هوس بسیار گویید. بله، خطاب کرد خیرالله، لیکن غم سلامتی را خورید. احتیاط کنید. بزرگ گفته 1001 نوع بیماری هست ولی سلامتی یک تاست. تالار ماشین ها کارزار حقیقی نبرد را میماند. گمان می بردید که تمام تکنیک و آدمان در اینجا جمع آمدند. با گوش و راس ماشین و اکسکاواتور و کران به هم برخوردن فلزات و باز گونه گونه صداهای پرغلغله می رسیدند. راستی به هیجان و وجد آمده حسیاتم را داشته نتوانستم. آها، زور کو؟ خیرالله فریاد زد. زور؟ ولی کوه گفته نتوانست، زیرا قلبش را شکافته صدق و صفا و مهر و وفا جا کرده بودند. سرمهندس ساختمان حکومتشاه شیرینبیکوف نظارتی تالار ماشین ها را به عهده دارد. وی با قامت بلند و چهره آفتاب خورده‌اش به نظر کمی بی‌پروا میتابد، ولی سر ریشته همه کارها در دستش. سخت نظارت میبرد. خیرالله میگوید به خدا او طلا است و فانوس دستی را به کار می‌دارد. نور زرین و همه‌بین آن از مغز تاریکی راه کشاده نقطه ضروری را عیان می‌سازد. یگان نقصان از نظر خیرالله دور نمی‌ماند. با نقب یاری رسان به چقوری 30 متر فرآمدیم. در اینجا نقب آب پرتای اگریگات ششم در عرفه انجامیابی است. کارهای اجرا کرده شده اند که عقل کس را تسخیر کرده بشارت از اخلاق والا می دهند. بله، به روح فرهنگی سالم، به فهم و فراست والا، به اراده، به کوشش و غیرت، به اعتماد به فردای نیک، اجرای چنین کارها از امکان بیرون می بود. چنان خوشبین و نیکندیشند که نه تنها به اسباب و انجام بلکه به هر یک سنگ مناسبت عاقلانه را
روا می‌بینند. باوری به خود و کار و اندیشه خود آنها را چون کوه‌های دیار استوار و پای برجا گردانده. پیش هیچ دشواری سرخم نمی‌کنند. مشکلی از روبرو شدن با آنها می‌ترسد. راغون را می‌سازد. حتی شبهه ندارم اول خدا هست، بعد امام علی رحمان. آخر چقدر انشاءات مورد استفاده قرار گرفت که دیروز چون آرزوی شیرینی، چون خواب خوشی می نمود. بله، با قدرت راهبری امام علی رحمان امروز کسی شبهه نمی کند، چون که ما عادت کرده ایم گویا همین طور شدنش هم لازم بود و حالا همین طور شده است. در دل آنها آتش محبت به آب و خاک وطن علنگه می زند که عکس آن در چشمانشان برعلا نمایان است. 100 جان می دهیم و راغون را می سازیم. در دفاع راغون جان خیش را دریغ نمی دارند. خیرالله کوشش به خرج می دهد که همین روحیه نشکند، بلکه رو به رواج و کمالات باشد. دستشان را فشردم. به پیش، ما با شماییم. ساختمانی سد بین اگریگات های پنجم و چهارم را فیض آیک تونل سد آریانا به عهده داشته است. چشمانی آسمانی متخصص ایرانی نرم نگاه بودند. در لبانی کمی غفصی به زیبش تبسمی سبک سیر داشت. کی صد را می بندید؟ فردا آقا. فردای شما پگاه ما می شود؟ بله آقا. خدای تعالی امان دهد، پگاه می آییم. چه حال دارید؟ این سوال را به کسی ندهید که یک جواب می شنوید. بد نیست، کار می کنیم. چی سخنی قطاری و عادی، ولی در پس آن چقدر قهرمانی است. در قلب کوه گویا سخنان معلم اخلاق ادبیات و انسانیت سعدی شیرازی، بنی آدم اعضای یکدیگرند حکاکی شده. اینجا 3 قوه قیومیت یافته، جسمانی، عقلی و روحانی. خیرالله در دل کوه، در قعر زمین سیاه، بار دیگر انسان حساس، درد آشنا، خوش اخلاق، در مناسبت به اطرافیان صمیمی بودنش را ثابت ساخت. بسیار راهبرانی را می دانم که حتی به یگان گناه زیر دستانشان را چنان می بیزند که نه اجدادش می ماند و نه اولادشان. خیرالله چنین رفتار را در شأن خود عیب نمی بیند. پیش از همه حال و احوال می پرسد. سخنانی گرم و نرم می گفت و هم آفرین می خواند. دریافتن و گفتن سخن دلنشین مشکلی نمی کشید. در همه قطعه اولین پرسیش از معاش بود. معاش گرفتید؟ بله. در وقتش؟ بله. پره؟ بله. شادی خیرالله 1/10 می افزاید. در یاد داشته باشید که پرداخت معاش را شخصاً پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان نظارت می کند. ما آن را احساس می کنیم. خیرالله نه تنها می پرسید، این چنید می شنید و حتی مصلحت هم می پرسید. با کارگران همچون برادر، دوست مناسبت می کرد. از خرسندی گل گل شکفته آنها را به آغوش می گرفت. چون در افاده صمیمیتش نمی گنجید می خندید. قاهقاهش صاف و بیغش صدا داده بشارت از دل صاف و نیت نیکش می دهد. حضرت جامی نیز تأکید به این نکته دارد: با خندان ز گلی خندان است، خنده آیینی خردمندان است. خواه باور کنید خواه نه، در حیاتم این گونه کارزار را ندیده بودم. راغون از کدام طرفی نگاه نکنی کارزار است. استاد غفار میرزا ساختمان کارخانه ارزیز تاجیک را مهنت آباد نامیده بودند. اگر زنده می بودند شاید راغون را قهرمان آباد می خواندند. شعله امید که دلی مرا گرم می کرد خطر و سردی را از یادم برده بود و ایمان آوردم که دنیا از روی محبت خلق شده است و به مولای روم ثنا خواندم که برحق گفته همدلی از همزبانی بهتر است. خونم جوش زد، دلم روشن شد.
و نگاهی پر از سپاس به او دوختم. آفرینتان. بس از تعریف. کار مقرری کرای ستایش نیست. ادیبان زیب تعریف. آنها شعور انسان را دیگر می کنند. سخن مایه سحر و افسون است. وی به شوق آمده تاکید کرد. سبق ادبیات بزرگ است. به این سبق انسان نکوکار هم شده نمی تواند، غیور و جسور هم. من کاملا موافقم با آنچه فرمودید، ولی نیروی محرک و انگیزه ساز و الهام بخش ادیبان شما هستید. استاد میرزا ترسونزاده هم تاکید کرده است منبع الهام ما خلق است و بس. آفتاب به دریغ نور میریخت، روز به نیمه میرسید. طبیعت گویا به سکوت رفته باشد، یگان صدای به گوش نمیرسید. از نسیم عطرآگین راغون سیری نفس کشیدن خوب دولت است، گفت خیرالله. بله، دولت است، دولتی بزرگ. به تو اجازت نوش جان شود، خندید خیرالله و جانب مجلسگاه قدم برداشت. او باید به مجلس آمادگی گیرد. او را خوب میفهمم. آخر یک سر دارد. فکر و خیال چی؟ 100 و یا شاید 1000. راستی طبع دلم بود این، زیرا مانده شده بودم. میخواستم یک دمی آسوده بزنم. عجب فصل خوب است بهار. گرمی آفتاب بدن را ملهم و جان را راحت بخش است. چشمم به کوهی روبرو افتید. تمام کوه سبز پوش، به درخت و علف و گیاه پیچیده، هر سو به رنگی دیگر جلوه میکرد. مصرع‌های شاعر به خاطرم آمد. کوهسار تاجکان دارد نمودی دلکش، تاج بر سر، گنج در بر، گل به دامان این سحر. بله، طبیعت کوه سنگین را ظاهری دیگر بخشیده، آزاده، خوشرنگ و بو، زیبا و دلربا ساخته. چشمان جلا میگیرند و درخش میزنند. برحق دل از چشم نور میگیرد. آتش اسیان و اضطراب زبانه میزند. آره، اضطراب من پس نمی شود. مجلس گویا در کاسخانه چشمی من ادامه داشت. آها، یک ارمیه بزرگیم کو؟ با خوشنودی گفت خیرالله اصایف و علاوه نمود. از سیمایتان معلوم که به امتحان تیاره. بسیار خوب. بله، امتحان است این مجلس، نه تنها برای در تالار بودگان، بلکه برای خودی او نیست. در ریاست تنها یک خودش، سر و سروری مجلس، رو به رو با 50 نفر. چه دشوار است با آنها گفتگو کردن و بالاتر از این شنیدن و درک نمودن. شتاب نمی کند. مضمون نخست اندیشه، پس گفتار. در گفتار نمی کابد، در نمی ماند، آزادانه سخن می کند. از موفقیت ها نباید سرگرم شویم، زیرا از بسیار کمبودی ها و خطاها بیخبر می مانیم. راهبر یک مسئله را چند بار به میان گذاشت. بیایید، گفت خیرالله، یک مسئله را یک بار گوییم، به 2 بار وقت نداریم. فراموش نکنید ترتیب و نظام نیمی عمر انسان. از راهبر اینتر ساختمان پرسید که کارها را تمام کردید؟ قریب، جواب داد او. قریب؟ این چی کلمه است؟ در راغون کلمه قریب نباید صدا دهد. روز، ساعت، انا چی باید باشد؟ بهانه نجویید. هر کسی بهانه می جوید همراه من نیست. شرمم می آید. در 1 سال اخیر در انشاءات چند بار واخورده ایم. سردار چشم به زمین دوخت. خیرالله به او نگاه عجیبی دوخت. گویا می گفت هر انسان شایسته حقی راهبر شدن را دارد، ولی حقی بد کار کردن را نه. آخر عیبی کلان است، شرمندگی نیمی؟ سردار میخواست به حال خود رحمی خیرالله را آورد. کج کردن گردن هنر نیست، جدی گفت خیرالله. هنر را در تشکیل کار نشان بده. گردن سردار راست شد. یا مانده شده ای؟ نه. چند نفر گردن میان کتفان کشیده، سری خم دیده به پیش پا دوخته. سری خم نه همیشه از تیزی شمشیر ایمین میماند. از سردار تاجیک نقبساز پرسید که کی به اگریگت 6 میدرایی؟
سوال او را تافته تافته گرفت مگر که پیچ و تاب خورد و نهایت جواب داد: پگاه. نه، دیر است. راضی نشد خیرالله. شب می درایی؟ همین شب؟ بله، همین شب. چرا حیران می شوی؟ گپ نزنم می گویم ولی باز نمی شود. آخر من از شما یگان قهرمانی طلب نمی کنم. نقشه را که تصدیق شده است اجرا کنید. تمام و سلام. سردار مگر به نگاه مذمت آمیز خیرالله تاب آوردن نتوانست که چشم به زمین دوخت. سکوت علامت رضا. در مسئله نوبتی بین سه راهبر آتش بحث علنگه زد. هیچ کدامی پس نمی آمد، گذشت نمی کرد. عیب را به گردن یکدیگر می پرتافتند. به من چنین می نمود که این مناظره بی آخر و حل ناشدنی است. حالت خیرالله مرا به تشویش آورد. آخ خدا، گفتم به خود، آتش غضب علنگه نگیرد. نگرفت. خیرالله تکلیف غیر انتظار نمود. به حجره شفت درآید. گفت و تا زبان یافته به یک قرار نآید بیرون نشوید. نور امید و گرمی جانبخش همه را فرا گرفت. مدیر شعبه شرطناموی و نرخگذاری ژوکا و تامارا گریگوریونا اظهار نمود که مؤسسه های سودا و خدمت معیشی تا حال شرطنامه نبستند. بهانه پیش می آورند که کار مشکل، انداز و میلیتیا و کروپسیا آرام نمی گذارند. عصبها خراب، شب خواب رفتن نمی توانید. شما خوانش بدیعی را از روی اثری نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار 15